بک‌گراند این صفحه رو ببین چه خوشگل رنگاش عوض میشه. اینم کداشه اینجا. ببین چقدر کد داره. اگر خودم نشستم نوشتم نه. میای داخل این سایت این gradient-animator.com و اینجا انتخاب می‌کنیم مثلا رنگ، اینجا انتخاب می‌کنیم مثلا یه دونه قرمز می‌خوام. بعد یه دونه چه می‌دونم آبی می‌خوام. یه دونه سبز می‌خوام مثلا. بعد اینم درجهشه، این درجهشه که از این ور به اون ور اینا رو تغییر میدی درجاتشو. اینا سرعتش کم زیاد. و روی این پریویو بزنی خودش هم اینجوری میشه. ببین سرعتش باز بیشتر می‌کنه. و اینجا یه دونه کد بهت میده. این کد رو برمی‌داری، کلشو کپی می‌کنی. بعد میای داخل سایتت. حالا نگاه کن اینو کلا من اول صفحه میارم، صفحه سفید. اینجا یه تگ استایل درست می‌کنی. و اینو پیست می‌کنی داخلش. بعد اینو این CSS سلکتور که اینجا نوشته به هر چیزی بدی همون میشه. مثلا الان میگم بادی. ببین بادی الان اینجوری شد. ولی اینکه اینجوری خط خطیه به خاطر اینه که اینجا هایتشو میذارم 100 VH. ببین درست شد.